مراد از خویشاوندها این برادرها و خواهرهای انسان است که از یک رحم به دنیا آمدند، از یک بچه‌دان به دنیا آمدند که بچه‌دان در لغت عرب رحیم است و در زبان تاجیکی هم رحیم گفته میشد. خویشاوندان اینها هست. نزدیکترینشان بعد پدر و مادر این برادران و خواهران و دادران است و بعد اینها خویشاوندان مادر و پدر، یعنی خاله از جهت مادر که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الخاله بمنزلة الام، خاله به منزلت مادر است گفتند. و از جهت خویشاوندی پدرها بزرگترین آنها عمک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است: اما علمت ان عم الرجل سنو ابیه، ای عمر مگر بیخبر هستی که عمک مرد مانند پدرش است، برابری پدرش است. یعنی مرتبه عمک از مرتبه عمه بالا هست، ولی مرتبه خاله از مرتبه تقا بالا هست. با این آدم هایی که نامبر کردیم و به این داخل میشد مثلا فرزندای و نبیرگان و بابای و مادر کلان ها بالا، اون پدر و مادر کو مخصوصا هست. کسی با همین ها اگر علاقه را کند این گناه کبیره هست. الله تعالی آنها را لعنت کرده است. این شخصیت هایی که نامبر کردیم با اینها علاقه را پیوست کردن واجب است. حتی بعضی علما اجماع علما را نقل کردن در واجب بودن پیوست کردن علاقه و در حرام بودن کندن علاقه با خویشاوندان. از جمله امام قرطبی اجماع نقل کردند.